سرخط مهمترین خبرها: دیدار رهبران تاجیکستان و روسیه، کدام موضوعها بررسی شدند؟ نزدیکان گمانبران قتل‌های پرسر و صدا در کانیبادان به بیگناهی آنها تاکید می‌کنند و خدمات مهاجرت تاجیکستان به کار در قطر دعوت می‌کند. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرها را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 25 دکبر سال 2024 است. رهبران تاجیکستان و روسیه روز 24 دکبر در ولایت لنینگراد روسیه واخوردند. در متن صحبت ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان که سامانه کرمل نشر کرد دیده می شود دو طرف درباره چندین مسئله ها از جمله داد و گرفت دو کشور، مکتب های روسیه، کواتا برای دانشجویان تاجیکستانی صحبت کردند. از جمله پوتین گفته است روسیه در صدر رویخط شریکان تجارتی تاجیکستان قرار دارد و تجارت میان دو کشور زیاد می شود. پرزیدنت روسیه همچنین گفته است مسکو برای دانشجویان تاجیکستانی سالانه تا 1000 کواتا برای تحصیل جدا می کند و همچنین شماره آموزگاران روس را در تاجیکستان بیشتر خواهد کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با پوتین به بررسی موضوعهای امنیت در منطقه تاکید کرده است. امام علی رحمان بدون آوردن جزئیات بیشتر گفته است امنیت در منطقه و جهان تاجیکستان را نیز نگران کرده است. اما در متن صحبت اولیه رهبران تاجیکستان و روسیه و هم خبرنامه که سامانه پرزیدنت تاجیکستان نشر کرده است اشاره به موضوع مهاجران نشده است. هرچند قبلا نیاور پرزیدنت روسیه گفته بود موضوع مهاجرت حتما در دیدار پوتین و رحمان بررسی خواهد شد. به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در دیدار امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین همکاری در سمت تامین امنیت و ثبات از جمله امنیت اطلاعاتی در مرکز توجه قرار داشتند. پیوندان گمانبران قتل چند عائله در شهر کانیبادان شبهه دارند که فرزندان آنها دست به چنین عملهای مدهش زده باشند. اکثر آنها میگویند زندگی عادی دارند. دادستان کل تاجیکستان روز 21 دکبر خبر داد که 4 ساکن شهر کانیبادان، صالح جان خدایبردیف، احد جان توختیف، بختیار روشنوف و منوشهر عادلوف را با اتهام دست داشتن در قتل چند عائله بازداشت کردند. دادستان به جز نشر نامناسب گمانبران دیگر هیچ جزئیات نداد و هم نگفت که با چه دلیل‌ها این ساکنان شهر کانیبادان را گمانبر می‌داند. جستجوی خبرنگاری رادیوی آزادی و صحبت با نزدیکان آنها معلوم کرد که از 4 نفری که اخیراً بازداشت شدند 3 نفرشان پیشتر با دیگر اتهام‌ها از جمله بداخلاقی زندانی شدند. اما پیوندان بیشتر این بازداشت شده‌ها میگویند فرزندان آنها با قتل‌های اخیر هیچ رابطه ندارند. پیش از این دادگاه‌های تاجیکستان 2 ساکن دیگری کانیبادان را با گمان دست داشتن در کشتن حداقل 3 عائله به زندان محکوم کردند. پیوندان این افراد نیز به بیگناهی آنها تاکید می‌کنند. با وجود آنکه مقامات گفتند عاملان کشتارها در کانیبادان بازداشت شدند، اما ساکنان همان در کوچه‌ها نوبرداری می‌کنند. بعد از ماه مارس امسال قتل 23 نفر از 7 عائله در شهر کانیبادان رسانه‌ای شد که سر و صدای زیاد را به میان آورد. بینندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره شام امروز در برنامه اخبار آزادی تقدیمتان می‌شود. خدمات مهاجرت تاجیکستان اعلام کرده است که ساکنان کشور را برای کار به قطر می‌فرستد. به اطلاع این نهاد کار در قطر در بخش‌های چاره‌واداری، انبار ماشین‌ها و کار با تکنیک آنها است. در خبرنامه خدمات مهاجرت آمده است معاش از $600 آمریکایی بالا است. نمایندگان خدمات مهاجرت تاجیکستان گفتند مبلغ بلیط، روادید، جای خواب، خوراک، لباس کاری، نقلیات و خدمات رسانی طبی از سوی کارفرما پرداخته می‌شود. اما در خبرنامه رسمی نآمده است که طلبات برای کار در قطر چی است. مقامات گفتند خواهشمندان باید به اداره خدمات مهاجرت در شهر دوشنبه مراجعت نمایند. بینندگان عزیز، اگر درباره کار در قطر سوال دارید لطفاً به این رقم‌های خدمات مهاجرت زنگ زنید. ما از این بیشتر معلومات نداریم. مقامات تاجیکستان تلاش دارند به جز روسیه راه مهاجران تاجیک به دیگر کشورها باز شود. از جمله شهروندان تاجیکستان در سالهای اخیر برای کار به بریتانیا کبیر فرستاده می‌شوند، اما شماره این مهاجران خیلی کم است. طالبان حاکم در افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به حساب می رود میگویند که معالجه نشأمندان یک از دستاوردهای آنها است. آنها که 2 سال پیش به قدرت برگشتند نشأمندان را از کوچه و خیابان یا زیر پلها دستگیر کرده به مرکزهای درمانی معتادان میبرند. آیا کارشان نتیجه داده است؟ همکارم کیومرثی عطا گزارش میدهد. با هزار اندیشه و منتظر بازگشت به خانه، این مردم معتادانی هستند که یک مرحله درمان را سپری کردند و به خانه برمیگردند، اما با اضطراب و نگرانی تعدادی از آنها بیکاری و بازگشت به چنگ نشأمندی است.
فرض کنیم که من همین حالا خانه بروم، یک ماه دو ماه کار نباشد، مجبور میشوم باز به مواد رو بیارم. اینجا مرکز معالجه نشأمندان با نام 4000 بستر در ولایت هرات است، اما اکثر آنهایی که اینجا معالجه میگیرند از ولایت‌های دیگر آمدند. تعداد آنهایی که قرار است به خانه برگردند به 170 نفر میرسد. بسیاری ها در اینجا به سبب بیکاری معتاد شدند. کار نیست. بر طبق گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در سال 2024 زیاده از 400 تن تریاک تولید کرده است. به قول سازمان ملل، تولید تریاک در مقایسه به سال گذشته 30% افزایش یافته است. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان به حساب می رود، میلیون ها نفر گرفتار نشأمندی هستند. به قول سازمان ملل، خدمات درمان معتادان در 32 ولایت افغانستان فراهم شده است، اما اکثر مرکزهای معالجه با امکانیت‌های اندک فعالیت می کنند. از بدرفتاری و شکنجه معتادان در این مرکزها هم گزارش شده است. حکومت طالبان این گزارش ها را رد کرده و فراهم کردن زمینه درمان را برای معتادان از دستاوردهای خود می داند. حالا مثل گذشته نیست. شما در شهر و بازار دیدید که یگان معتاد نیست. ممکن است که 10 یا 15% این افراد دیگر باره معتاد شوند. مقامات طالبان میگویند که در مرکزهای درمان نشأمندان سالانه هزاران نفر طبابت میگیرند. رادیوی آزادی به تکرار با کسانی صحبت کرده است که پس از سپری کردن دوره معالجه دیگر باره به تریاک و بنگ روی آوردند. اکثر این افراد سبب‌های گرفتاری به درد پیشینه خود را فقر و بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر گفتند. شورای علمای روسیه فتوای جنجال برانگیز خود درباره حق تا 4 همسر داشتن مردان مسلمان را بیکار کرد. شورای علمای اسلامی روسیه روز 18 دکبر فتوا داده بود که مردان مسلمان با اجرای شرط‌های شریعت اسلامی می‌توانند با 4 زن نکاح کنند. روز 23 دکبر دادستان کلی روسیه براویل غین‌الدین مفتی روسیه هشدار داد که قانونشکنی را اصلاح کند. شامیل علایالدینوف نماینده شورای علمای روسیه در تلگرام نوشته است پس از واکنش دادستانی و جامعه روسیه فتوا بیکار شد. فتوای مشکل بسیار زنی در جامعه مسلمانی روسیه به ازدواج دینی مسلمانان مشورت میداد. در آن گفته میشد که مرد مسلمان حق دارد با رعایت فرموده های شریعت با چند زن ازدواج کند. این فتوا جنجال برانگیز و خلاف قانون های روسیه دانسته شد. در سامانه شورای علمای روسیه نوشته شده است که نکاح مسلمانی قوه قانونی ندارد. بخشک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 دکبر را فرا میگیرد. 25 دکبر پیروان دین مسیحی کاتولیک جشن میلاد مسیح را تجلیل می کنند. بر اساس تعلیمات دین مسیحی در این روز عیسی مسیح تولد شده است. این مهمترین عید سال برای کاتولیک های جهان بوده. معمولا در این روز پیروانش در نماز عید در کلیسا اشتراک کرده در هر عائله دسترخوان عیدانه تهیه می شود. در تاجیکستان اکثر مسیحیان پیروی مذهب پروسلاوی مسیحی بوده. به علت تفاوت تقویم میلادی مسیح را روز 7 ینور جشن می گیرند. 25 دکبر سال 1890 زادروز یکی از شرقشناسان برجسته روس و استاد مکتب شرقشناسی تاجیکستان، ازبکستان و آذربایجان یوگنی برتلس است. او 67 سال عمر دید. او را دانشمند بسیار قوی زبان و ادبیات فارس و تاجیک و محقق آثار کلاسیکانی مثل فردوسی و نظامی و رویه تصوف می‌شناسند. در تقویت مکتب شرقشناسی در تاجیکستان سهمی زیاد گذاشته است.
25 دکبر سال 1991 ایالات متحده آمریکا جمهوری تاجیکستان را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخت و سال 1992 مناسبت‌های دیپلماتی بین دو کشور برقرار شد. همکاری‌ها با ایالات متحده آمریکا را مقامات در تاجیکستان از اولویت‌های سیاست خارجی این کشور می‌نامند و همکاری مشترک علیه تروریسم و در ساحه‌های معارف و تندرستی از بخش‌های فعال این روابط گفته می‌شود. ملاقات در چهارچوب 35 یکی از معمولترین محفل‌های مشورتی میان کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا دانسته می‌شود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 109 سومانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 1085 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.